میخواستم یه هدیه‌ای رو خدمت شما ارائه کنم برای امسال انشالله. خواهشمندم از همه هموطنان عزیزم در داخل کشور مطلقاً از کاکائو، نسکافه، قهوه و شکلات تا اطلاع ثانوی مطلقاً استفاده نکنید. ما طبق مدارک و اسنادی که در اختیار داریم و به موقع هم ارائه خواهیم کرد صلاح میدونیم که این کار انجام نشه. هر کی میخواد این کار رو بکنه از دوستان، آشنایان، کسانی که میشناسن از اون بره آبها به قول گفتنی از کشورهای دیگه بخوان براشون بفرستن مشکلشون رو حل کنن. اینکه شما وابستگی پیدا کردید به این موارد و نمیتونین ترک کنید و اینکه میبینید به صورت گسترده حتی اخیراً در داخل گز هم دارن میزنن یا صبحانه داخل شیرینی میزنن، این حرفا که خبر دارید این حاکی از صحت صحبتهای بنده است. مطلقا استفاده نکنید تا یک مشکلی که خود ما میدونیم این مشکل باید توسط مسئولین در کشور از این موارد برداشته بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. مجددا تبریک میگم سال 1400